خونه سرد شده و بار پکیج هم بالا نمیره تا پکیج روشن بشه. بیاین راهکارشو بگم. اول آب سرد ورودی به پکیج رو ببند. مرحله بعد شیر پرکن زیر پکیج رو باز میکنی و یکی از شیرهای آب گرم رو هم باز میکنی. کاور پکیج و این پیچ رو همونطور که تو پست قبلی گفتم باز کن. اینجا یه لوله مسی هست که از مانومتر اومده و قسمت پشتی پمپ بس شده. با یه پیچ گوشتی این خار رو آزاد کن و به این شکل این قسمت رو خارج کن. حواستون باشه که لوله کنده نشه و اورینگش هم دوباره سر جاش قرار بگیره. با یه سوزن این رسوبات رو تمیز کن. میتونی البته چند قطره سرکه هم بریزی تا مسیر لوله باز شه. حالا دوباره این قسمت رو سر جای خودش بذار و خار رو هم جا بنداز. شیر آب سرد رو باز کن. بار دستگاه که بالا اومد بین 1 تا 1.5 شیر پرکن رو ببند و از گرمای پکیج لذت ببر. قسمت دوم بالا بردن فشار بود. اگه قسمت قبل رو ندیدی حتما ببین. پیجمو داشته باش. هر روز یک نکته فنی رو یاد